پیش اومده تا حالا که بری تو آشپزخونه بعد یهو با خود بگی اصلا برای چی اومدم اینجا؟ یا یه سفر رو 5 بار بخونی اما انگار هیچی نخوندی؟ این فقط یه حواس پرتی ساده نیست، بلکه یه مشکل خیلی جدیه که بهش میگن برین فاگ یا مه مغزی. از مهمترین نشونه‌هاش 1. داری حرف میزنی اما یهو یادت میره چی می‌خواستی بگی، کلی باید فکر کنی تا یه اسم یادت بیاد. 2. تمرکز کردن خیلی برات سخت شده، وسط خوندن یه صفحه کتاب 10 بار حواست پرت میشه. 3. وقتی میخوای یه کار انجام بدی وسطش 10 بار به بهونه‌های مختلف از جات بلند میشی. 4. همیشه یه خستگی ذهنی ته مغزته. 5. دائما مضطربی، زود از کوره در میری یا برعکس کلا بی‌تفاوت شدی. 6. حس میکنی دیگه خلاقیت و انرژی سابق رو نداری. و در نهایت همه این مسائل باعث شده که اعتماد به نفست بره زیر سوال، چون دائما به خود فکر می‌کنی چرا نمیتونم مثل سابق باشم. مواردی که گفتم تنبلی یا حواس پرتی ساده نیست، باید هر چه سریعتر بهش رسیدگی بکنی. راهکارش هم توی کپشن بهت گفتم.